سلام. خیلی خوش اومدین. امروز دومین نوشن تاکمونه. بعد امروز قراره که با یه مهمون خیلی کار درست توی نوشن آشنا بشیم، بهمون معرفی بکنه که چی کار کرده با نوشن، چی کار میکنه با نوشن. خیلی چیز قراره ازش یاد بگیریم. منم خیلی قرار نیست حرف بزنم، قول میدم که حرف بزنم امروز و بیشتر امین یوسفی عزیز صحبت بکنه. اما بیایم ببینیم که اول اصلا امین یوسفی کیه. مؤسس وبسایت ستاره دات کامه، یک کارآفرینه، یک مؤسس در حقیقت شرکت تجارت الکترونیک ستاره رو داره. امین بالای 10 ساله که توی کسب و کار آنلاین کلا فعال دیجیتال مارکتینگ میکنه و توی تمام پروسه بیزینسش و کار شخصیش همه رو داره با نوشن انجام میده. امروز هم قراره که بیشتر در مورد حالا چجوری توی بیزینسش، توی شرکتشون، توی تمام فلوهایی که داره از نوشن چجوری استفاده میکنن برامون دمو بکنه و ما ازش یاد بگیریم. چون دفعه اول نوشن تا که یکم یه سری همین سوال و دغدغه‌شون بود که اصلا چجوری حالا تو شرکت ها از نوشن استفاده میشه کرد، چجوری استفاده میکنن. توی گروه کامیونیتی، گروه تلگرام هم پرسش محبوب و خلاصه پرشماریه. امروز امین قراره ما رو با این آشنا بکنه. اما من کیم؟ منم مصطفی پالیز دارم، مهندس کامپیوترم. کامیونیتی فارسی نوشن رو از زمستون امسال شروع کردیم، میشه پارسال البته شروع کردیم و من جزو هم بنیانگذاراشم. خیلی ها منو از کانال یوتیوب هم میشناسن، امداد پالیه، که من اونجا از نوشن، اوبزیدیان و کلا پروداکتیویتی و بهره وری زیاد حرف زدم. البته 2-3 سال خیلی فعال نیستم که قول میدم دوباره فعال شم توش. عرضم به حضورتون که خود کامیونیتی نوشن فارسی رو اگر که ندارین خواهش میکنم که برید دیگه، برید لینکاشو ببینید. اینجا این QR کدشو گذاشتیم، اسکن کنید، توی زیر لینک /نوشن فارسی میتونید تمام کانال ارتباطیشو پیدا بکنید. بعد عرضم به حضورتون که وبسایتمون رو ببینید، اونجا برای همه مطلب هست. خیلی آرشیو خوبی جمع کردیم برای اونایی که میخوان شروع بکنن، اونایی که میخوان در حقیقت اصلا از اول آشنا بشن. لینک های مفیدش رو گذاشتیم، بازدید کنید ازش حتما و بیاید سراغمون. خلاصه اما مخاطبین اصلا این نوشن تا کیان؟ ما در کیا داریم حرف میزنیم و شما که الان توی اینجا اومدی آیا هست مناسبت یا نه؟ قاعدش اینه که تمام علاقه‌مندا و کاربرای نوشن که خب قطعا میتونه ازش بهره مند بشه، یعنی جزء نیازاشونه. اگر که با نوشن اونقدر آشنایی ندارین هنوز، ولی کلا تو زمینه بهره وری، مدیریت وقت، پروداکتیویتی علاقه‌مندین، خیلی به کارتون میاد. چون که ما قراره فقط تو این زمینه‌ها صحبت بکنیم و فوکوس بکنیم روی نوشن. مدیرای پروژه و نمیدونم کسب و کار و کارآفرینا و مؤسسا، امروز یکیشون رو دعوت کردیم، خیلی براشون به کارشون میاد. اونایی که در حقیقت توی پروداکت منیجرها، مدیرای محصول، طراحا، دانشجوها، دانش آموزا، خود من تا زمانی که دانشجو بودم واقعا از نوشن استفاده میکردم برای نوت برداریم، درس خوندنم، همه چی. و همچنین معلما، استادای دانشگاه. من خودم یه مطلبی آماده کردم برای معلما فقط که مثلا چرا نوشن میتونه براشون خوب باشه. خلاصه تقریبا هر کسی که اینجوری بگم یکم دغدغه استفاده از ابزارهای کامپیوتری و متداش برای بالا بردن بهره وری داره، میتونه نوشن استفاده کنه و این مناسبشه. نوشن هم چرا برای همه این آدما میتونه مناسب باشه؟ چون که یک پلتفرم آل این وانه. همه ابزارهایی که شما برای بهره وری نیاز داری، برای بالا بردن پروداکتیویتی نیاز داری، برای مدیریت وظیفه و تسک نیاز داری، برای مدیریت پروژه نیاز دارین، برای هر چیزی که به این زمینه ها برمیگرده نیاز دارین رو تو خودش داره. شما نیاز نیست 10 تا ابزار باز بکنید. و خب رایگان هم هست که خیلی خوبه توی بیشتر مواردش. البته یه سری چیزای کوچیکش رو شما بخوای استفاده کنید باید اکانتش رو بخری، ولی خب اکانت رایگانش برای همه معمولا جواب میده. برای شما که تازه هم شروع کردی، اصلا میخوام این نوشن چیه، من خیلی تو اینستاگرام این اونور بهم پیام میدن اصلا نوشن چیه، مثلا استوری ما رو میبینن و اینا، این واقعا به درتون میخوره. چون که میبینید که پرکتیکال این نوشن تاک بهتون نشون میدیم ما تو عمل این نوشن چیه، چیکار میکنه و واقعا باش میتونید آشنا بشید. به خاطر همین اینه که
بمونید تا آخرش ببینید و هر سوالی که داشتید رو میتونید هم تو نوشن تاک بپرسید، هم تو گروه تلگرامی ما. این به معنی واقعی هم هر سوالیه. سوالایی که هر روز از ما پرسیده میشه تکراری هم مهم نیست، قطعا اونجا کسی هستن که جوابتون رو میدن. و خلاصه که اصلا از سوال پرسیدن نترسید، خجالت نکشید. هر سوالی به معنی واقعی کلمه داشتید در مورد نوشن و کلا پروداکتیویتی، هم الان تو نوشن تاک بپرسید، هم در حقیقت توی کانال تلگرامیمون، گروه تلگرامیمون که داریم. چطوری عضو کامیونیتی بشین؟ همینجور که الان گفتم بهترین راهش تو قدم اول اینه که گروه پرسش و پاسخی که داریم توی تلگرام عضوش بشین. اونجا هم آموزش مختلفی یا هر کسی تولید کرده باشه میذاره، تمپلیت مختلف رو میذارن و هر کسی هر سوالی داره واقعا میپرسه و بدون هیچ گونه قضاوت یا هر چیز دیگه رو جوابش رو میگیره. اینه که اولین قدم بیاین تو اون کانال تلگراممون حتما عضو بشین. و اینکه دیگه گفتم خیلی قراری صحبت بکنم، میرسیم به حامیامون. چه بدون اونه ما نمیتونیم واقعا اینا رو برگزار کنیم، چون که ما به ای سمینار نیاز داریم، به پارسبک نیاز داریم که همین پلتفرم آماده بکنه برامون و دستشون درد نکنه. همه این شما به هر روشی که اینجا اومدین از این دوتا حامی بهره مند شدین. کارشون خیلی درسته، دمشون گرم و امیدوارم که همینجا حامی ما بمونن. ما که خیلی استفاده میکنیم از در حقیقت خدماتشون، دمشون گرم. اما تو نوشن تاک ما دنبال همیشه مهمونای جدیدیم. این برنامه‌مونه. اولیش امین یوسفی. من دیگه پرحرفی نمی‌کنم، در حقیقت میکروفون میدم دست امین که شروع کنه. قراره که برامون هم دمو بکنه، هم کلی چیز جدید بهمون یاد بده. من پس فعلا خداحافظی میکنم تا بعد صحبت امین که با هم دیگه بتونیم گپ و گفت و پرسش و پاسخ داشته باشیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بچه‌هایی که الان توی این نوشن تاک دو حضور دارن. مصطفی زحمت کشید و همه نکات رو به استقبال شما رسوند. من فقط اگر مطمئن بشم که صدا و تصویرم اوکیه میتونم در واقع صحبتامو شروع کنم. بسیار خدمت شما عرض کنم که من اول از همه میخوام برای شروع در مورد این صحبت کنم که هدف ما از این جلسه چیه و دقیقا مشخص باشه که چه انتظاری از این جلسه باید داشته باشیم و بعداً وارد صحبتام بشم. قبل از اون میخوام در مورد نوشن صحبت کنم. یه آمار خیلی جالب داره و اونم اینه که از سال 2019 تا الان توی 5 سال تعداد یوزراش از 1 میلیون یوزر به 35 میلیون یوزر رسیده و الان دیگه در واقع بین اپلیکیشن هایی که توی این حوزه هستن کاملا یک رقیب جدیه برای حتی پلیر هایی که از سالها قبل توی این حوزه بودن. ولی نوشن به سبب ویژگی‌هایی که داشته و من توی صحبت‌ها هم بهشون اشاره می‌کنم تونسته به این تعداد یوزر بالا در 5 سال برسه. و خب از این 35 میلیون یوزر حدود 4 میلیونش دارن از پلن‌های پولیش استفاده میکنن. ولی همونجور که مصطفی گفت اگر شما بیشتر از 10 نفر در واقع نباشید، یعنی تیمی که دارید کمتر از 10 نفر باشه، معمولاً به پلن پولی احتیاج پیدا نمی‌کنید. هدف این جلسه ای که داریم اینه که من در مورد کارهایی که توی نوشن انجام دادم و استفاده هایی که توی کسب و کارم کردم از اون صحبت کنم. صرفا این صحبت هایی که میکنم در حد انتقال تجربه است و قرار نیست اینجا من آموزش بدم که دقیقا این استفاده ها به چه شکلی باید طراحی بشه. من صحبتامو جوری طراحی کردم که بعد از این جلسه شما قادر باشید که در واقع ویژگی‌های نوشن در مدیریت تیم‌ها رو دیده باشید و در واقع بتونید از اون ایده‌ای که اینجا مطرح شده حالا توی کارهای خودتون استفاده کنید
و یه مقدار دیدتون از اینکه نوشن فقط یک نرم افزار یادداشت برداری تغییر کنه و ببینید که خیلی ویژگی‌های دیگه هم داره که نسبت به رقباش هم کاملا برتر. من وارد صحبت‌ها میشم برای معرفی سیر استفاده ما از ابزارهای مختلف توی شرکتم. ببینید یک نکته‌ای که خیلی مهمه و اگر شما در جایگاه یک تیم لیدر توی تیم‌های مختلف وجود داشته باشید یا یک مدیر در واقع مجموعه حضور داشته باشید، یک دغدغه‌ای که خیلی دغدغه مهمیه برای مدیران اینه که بتونن یک بیگ پیکچری، یک تصویر بزرگی از کارهایی که داره تو شرکت انجام میشه، وضعیتی که تو شرکت وجود داره داشته باشن. یعنی من بتونم بیام هر روز صبح که توی شرکت هستم بدونم پروژه‌ام تو چه مرحله‌ای قرار دارن، آدما چقدر دارن کار میکنن، در واقع از اون برنامه‌ریزی‌هایی که ما داریم، استراتژی که ما داریم چقدر به سمت اون داریم حرکت میکنیم. و نکته مهمتر از اون اینه که در واقع من بتونم بین تیم‌های مختلفم یک پارچگی ایجاد کنم و از این یک پارچگی به بازدهی مطلوبی که انتظار دارم برسم. خیلی نکته مهمیه که ما بتونیم در واقع شرکت رو از اون حالت جزیره‌ای خارج کنیم که هر دپارتمان فعالیت‌های مجزای خودش رو با ستاپ‌های مجزای خودش انجام میده و همه این تیم‌ها رو در واقع بیاریم روی یه پلتفرم که در واقع این بدبستونایی که بین تیم‌های مختلف هست خیلی راحت‌تر انجام بشه و از طرفی من بتونم به عنوان مدیر یک داشبوردی داشته باشم که با یک نگاه بتونم وضعیت کلی شرکتم رو در واقع از وضعیت کلی شرکتم باخبر بشم. سیری که ما طی کردیم این بود که حالا خودتون هم احتمالاً همچین تجربه‌ای داشتید. قبل از شروع استفاده از این نرم افزارها چیزی که استفاده میشد این بود که شرکت‌ها معمولاً برای اینکه اعضای مختلف رو توی شرکت با هم متصل کنن از سیستم شبکه داخلیشون استفاده می‌کردن. یعنی کامپیوترها با هم شبکه میشد، یه فایل مشترکی در واقع شیر میشد بین آدما و از اون طریق ما در واقع کار ارتباط با هم دیگه داشتیم در مورد کارهامون. خب اونو میدونید که چه در واقع عیوبی داره استفاده از اون کار. شما فقط در صورتی که توی شرکت باشید میتونید از اون سیستم ها استفاده کنید و در واقع متصل شدن به شبکه شرکت از اینترنت های دیگه و آی پی های دیگه کلی دردسر داره. اینکه یه نفر جدید وقتی که در واقع اضافه میشد به مجموعه دوباره در واقع لاگین کردن و اضافه کردن اون آدم به این شبکه کلی دردسر داشت و ما نمیتونستیم یک بازدهی مطلوبی از این مسیر داشته باشیم. بعد از اون فکر میکنم حدود سال 2018 بود یا اون حدود که جاب باکس و استفاده از پلتفرم هایی که فضای ابری در اختیار سازمان ها قرار میدادن یه مقدار ترند شد و خب این مشکل شبکه رو خیلی حل کرد. یعنی دیگه ما میتونستیم با اکانت هایی که تا 2 گیگ هم فری به ازای هر یوزری میداد ما یه فایل ها رو به اشتراک بذاریم و خب ما خودمون شروع کردیم توی دراپ باکس از طریق در واقع فایل های اکسلی که توی دراپ باکس به اشتراک میذاشتیم کارهامون رو مدیریت کنیم. یعنی هر فولدری مربوط به یک آدم بود و آدم‌های دیگه‌ای هم که قرار بود گزارش از اون آدم بگیرن یا به اون آدم در واقع گزارش بدن با اون فایل به اشتراک گذاشته می‌شدن. اون فایل بینشون شیر بود و برنامه‌شون توی یه فایل اکسلی یا یک نوشته وردی یا چیزهای از این قبیل برنامه‌ریزی می‌شد. این سیستم خیلی سیستم خوبی بود ولی مشکلی که داشتیم بود که باز من به عنوان آدمی که تو جایگاه مدیریت مجموعه بودم برای اینکه از ریز اتفاقاتی که تو شرکت میفته با خبر بشم باید تک تک این فولدرها رو باز می‌کردم و به تک تک این اکسل ها سر می‌زدم. حالا خیلی ما می‌خواستیم دیگه در واقع کار عجیب غریبی انجام میدادیم میتونستیم یه داشبوردی طراحی کنیم که اکسل های مختلف رو در واقع به اون داشبورد متصل کنیم و
یه داشبوردی از اتفاقاتی که توی اکسل مختلف میفته داشته باشیم که اون هم خیلی دردسر داره. یعنی هر تغییری که توی فرمولا داده بشه، یه سلولی اضافه بشه، یه ردیفی اضافه بشه، ممکنه این از کار بیفته و اون هم چیزی نبود که در نهایت بتونه در بلند مدت یا آرامش خاطری به مجموعه بده. به خاطر همین هم نرم افزارها و هم شرکت‌ها به این سمت رفتن که در واقع این دوتا موضوع رو با هم یک پارچه کنن، یعنی موضوع حضور در فضای ابری و حضور در فضای اینترنت برای اشتراک، برای شیر کردن فایل‌ها و یه نرم افزاری که این اتصال آدم‌ها رو با هم دیگه تسهیل کنه. اینه که نسل بعدی در واقع این نرم افزارها چیزای شبیه گوگل شیت شد که دیگه شما اون شیت‌ها رو مستقیما روی فضای وان درایو داشتید، فضای اشتراکی خود فضای ابری خود گوگل و یک پله ما جلوتر رفتیم توی این مسیر، ولی همچنان اون چیزی که انتظار داشتیم اتفاق نمی‌افتاد، چون همچنان ما داشتیم روی یک سری شیت کار می‌کردیم که وصل کردن اینا رو هم ساختن داشبورد و در واقع ادغام کردن همه فعالیتایی که شرکت انجام میشه کار سختی. باز در واقع شرکت‌های توسعه نرم افزار و شرکت‌های توسعه نرم افزار مدیریت تسک و مدیریت پروژه یه لول جلوتر رفتن. ما رسیدیم به جایی که در واقع از ترلو استفاده می‌کردن خیلی از شرکت‌ها و در واقع ترلو ترند شد و نسخه ایرانی این نرم افزار مثل میزیتو و حالا یه نسخه یک مقدار آپدیت شده از این نسل از نرم افزارها، نرم افزار کلیکاپ. اگر آشنایی داشته باشید با کار کردن با ترلو که خیلی از مجموعه و شرکت‌ها ازش استفاده می‌کردن، مشکلی که ترلو داشت این بود که در واقع اون کسایی که نرم افزار رو طراحی می‌کردن قبل از اینکه در واقع اون نرم افزار رو برای مشتری در واقع ارائه بدن مجبور بودن به این فکر کنن که خب این شرکت‌ها چه نیازهایی قراره پیدا کنن و من برای اون نیازها در واقع یه سری فیچر آماده کنم و در واقع نرم افزارها یک چارچوبی داشت که شما مجبور بودی توی اون چارچوب سیستمش رو طراحی کنی. یعنی چون توی ترلو یک فضایی نداره که بتونی فلوهای مختلف رو طراحی کنی، یک سیستمیه که پیش بینی شده که در واقع چجوری باید از این نرم افزار استفاده کرد و در واقع این لول از در واقع این نسل از نرم افزارها ایراد اساسیشون این بود که در واقع ما نمیتونستیم این چیزی که خاص خودمون رو طراحی کنیم و مجبور بودیم از در واقع سیستمی که از قبل پیش بینی شده بود و طراحی شده بود استفاده کنیم. تا اینکه نسل بعدی نرم افزارها، نرم افزارهای مدیریت پروژه، رسید به نرم افزاری مثل نوشن. نوشن فرقی که با نرم افزارهای در واقع رقیبش و نرم افزارهای نسل قبلیش داره اینه که شما یک شیت دارید جلوی چشمتون که این شیت سفیده و هیچ چیزی توش از قبل طراحی نشده، ولی طراحان نرم افزار اومدن ابزارهایی رو آماده کردن که شما به کمک اون ابزارها بتونید اون چیزی که مد نظرتونه، اون چیزی که به درد تیمتون میخوره، اون چیزی که مربوط به کار شماست رو طراحی کنید. در واقع اینا به جای اینکه به این فکر کنن که نیازهای شما چیه و در واقع اون نیازها رو دقیقاً حدس بزنن و براش فیچر طراحی کنن، اومدن ابزارهایی طراحی کردن که خودتون با استفاده از اونها به نیازاتون پاسخ بدید و خب این یک انقلابی در نرم افزارهای مدیریت پروژه بود و نوشن یکی از در واقع نرم افزارهایی بود که وارد این حوزه شد و الان می‌بینید که طبق آمارها چقدر یوزر زیادی توی دنیا داره. یه مقدار میرم جلوتر راجع به نوشن بیشتر بهتون توضیح میدم و این که چرا ما از نوشن استفاده میکنیم، در واقع رقبای دیگه‌ای که حالا نزدیک به نوشن هستن رو در واقع
از بین اونها نوشن رو انتخاب میکنیم. نوشن به عنوان یک نرم افزار نوت تیکینگ اپ معرفی شد، ولی الان بیشتر یک ابزار کلابوراتیو برای مدیریت کار بین افراد. این معنیش اینه که ما اگر نوشن رو فقط در این لول ببینیم که قرار یه سری نوت توش ذخیره کنیم، قرار یه سری در واقع هابیت ترکر برای خودمون درست کنیم یا کارهای روزانه‌ای که انجام میدیم و توش در واقع ثبت بکنیم، من به عنوان کسی که از ابزارهای مختلف استفاده کردم الان به شما توصیه میکنم که نوشن انتخاب اول برای این کارها نیست و شما زمانی باید سمت نوشن برید و نوشن میتونه اون در واقع اون پتانسیل خودش رو به شما نشون بده. اون زمانیه که شما نیاز دارید یک سری وظیفه، یک سری کار رو بین آدم‌های مختلف برنامه‌ریزی کنید. یعنی اگر قرار باشه من همه نوت‌هام رو در واقع سیستم خودم داشته باشم و فقط خودم بهشون دسترسی داشته باشم، قطعا اوبزیدین انتخاب بهتریه. نیاز به در واقع اینترنت نداره، نیاز به وی پی ان نداره، در واقع اون سنگینی حالا نسبت به اوبزیدین اون سنگینی لود شدن صفحات رو نداره و در واقع خیلی انتخاب بهتریه برای طراحی کردن یک سیستم مدیریت دانش. ولی نوشن در واقع شما روی نوشن هم میتونید سیستم مدیریت دانش پیاده کنید، ولی من توصیه میکنم که اگر که قصد همچین کاری دارید اوبزیدین انتخاب بهتری. ولی خب نوشن جایی که ما قرار باشه آدم‌های مختلف رو لینک کنیم به نوشته‌هامون، به تسکایی که در واقع طراحی می‌کنیم برای کارهامون، خیلی نوشن ابزار بهتریه. توی صحبتام توضیح دادم خدمتتون که نسل جدید نرم افزارها در واقع نرم افزارها به شکلی شدن که شما بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی خودتون میتونید اپ مورد نیاز خودتون رو طراحی بکنید و این توی حوزه طراحی سایت می‌بینیم که الان نسل جدید سایت سازها مثلا مثل المنتور یا سایت سازهای دیگه اومدن به سمت این رفتن که شما به صورت ویژوال میتونید سایت طراحی کنید و در واقع اونهایی که کد میزنن میان تا یه مرحله خیلی خوبی کار رو پیش میبرن و فقط شما با استفاده از المان‌های ویژوالی که وجود داره میتونید نرم افزار اختصاصی خودتون رو طراحی کنید. چیزی که الان توی نوشن هم در واقع وجود داره و میشه ازش استفاده کرد. یه نکته می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، اونم اینه که اگر شما در جایگاه یک مدیر هستید و در واقع دغدغه این رو دارید که بازدهی کارکنانتون رو بالا ببرید، خب بهتون توضیح دادم اگر ما بتونیم یک سیستم یک پارچه‌ای رو طراحی کنیم که همه آدم‌های مختلفی که توی دپارتمان‌های مختلف شرکت مشغول انجام وظایف هستن با همدیگه در ارتباط باشن، خب این خودش بازدهی رو میبره بالا. از طرفی من توی جایگاه مدیر نیاز دارم که یه تصویر کلی نسبت به همه این کارهایی که داره انجام میشه داشته باشم. حالا من با این دغدغه‌ای که دارم، با این تمایلی که دارم، میرم سراغ اینکه نرم افزاری رو انتخاب کنم که این دوتا نیاز من رو برطرف کنه. ولی خیلی وقتا من خودم به تجربه خودم میگم، خیلی وقتا در واقع چیزی که ما طراحی میکنیم رو کارکنان فالو نمیکنن، ازش استفاده نمیکنن و هر چقدر که در واقع ما برامون روشن باشه چرا باید از اون استفاده کرد، کارکنان رو فالو نمیکنن و اونم به این دلیله که ما اگر نرم افزاری استفاده کنیم که در واقع مطابق با فرهنگ سازمانی ما نباشه، مطابق با شخصیت تک تک افرادی که میخوان از اون استفاده کنن نباشه، مطابق با توانایی هاشون نباشه، آدم ها اون رو فالو نمی کنن. اینه که ما وقتی که یک ابزاری مثل نوشن داریم در واقع یک بستری فراهمه برای اینکه ما نرم افزار کاملا کامپتیبل با مجموعه خودمون رو طراحی بکنیم. و من خودم تو تجربه‌های مختلفی که داشتم برای نرم افزار مدیریت پروژه، در نهایت نوشن تونست خیلی در بلند مدت همه آدم‌ها رو مجاب کنه که باش کار کنن و در واقع بدون هیچ اجباری که از طرف مدیریت باشه که حتما باید تسکاتون رو توی فلان
صفحه مدیریت کنید، خود آدما به صورت داوطلبانه در واقع توی نوشن صفحات جدید ایجاد میکنن، با هم ارتباط برقرار میکنن و این باعث شد که ما بتونیم از نوشن استفاده کنیم و نیازهای مدیریت کارهامون رو، برنامه‌ریزی، استراتژی طراحی کردن برای انواع پروژه ها رو به توسط اون انجام بدیم. پس چیزی که میخواستم بگم که این نکته این بود که اگر که نرم افزارهای مختلفی رو تست کردید و در واقع احساس میکنید که مجموعه اونجوری که باید اون رو فالو نمیکنه و استفاده نمیکنه، حتما استفاده از نوشن و ساختن یک فلوی شخصی سازی شده بر اساس موارد شرکت شما میتونه بازی رو عوض کنه و میتونه آدم‌ها رو علاقه‌مند کنه که از اون استفاده کنه. یه نکته دیگه اینه که من وقتی که با نوشن کار میکنم خیلی سریع میتونم بین صفحات مختلف جابجا بشم و کاملا تسلط دارم به همه فلوهایی که توی شرکت داره انجام میشه و خیلی راحت میتونم متوجه بشم آیا پروژه‌ای از برنامه‌ریزی اولیه دور شده یا نه، یا آیا همه چیز طبق اون چیزی که ما داریم فکر می‌کنیم داره پیش میره. اگر بحرانی پیش اومده باشه، اگر اتفاقی افتاده باشه، خیلی زودتر میتونم متوجه بشم. اگر در واقع سطح عملکرد نیروی پایین اومده باشه، میتونم زودتر متوجه بشم و در واقع برای انگیزه دادن بهش آماده بشم و همه اتفاقا میتونه توی نوشن بیفته و از ویژگی‌های نوشن. نکته آخر رو هم میگم قبل از اینکه وارد تمپلیت‌های نوشن بشم و در واقع عملی بهتون توضیح بدم که چطور ما داریم استفاده می‌کنیم. اینه که من خیلی توی گروه تلگرام می‌بینم که افراد مختلف خیلی راجع به تمپلیت‌ها صحبت می‌کنن و همه دنبال این هستن که یه تمپلیت خیلی ویژه و با کیفیتی پیدا کنن و کارها رو بتونن از طریق اون انجام بدن. من میخوام بهتون بگم که ما اگر نگاهمون این باشه که از تمپلیت ها استفاده کنیم، در واقع داریم یک نسل این نرم افزار رو میبریم عقب. همون جایی که در واقع ترلو وجود داشت و میزیتوی ایرانی وجود داشت و یه چیز آماده طراحی شده بود و ما مجبور بودیم خودمون رو با اون فکر کنیم. من بهتون در واقع توی صحبتام توضیح دادم که روی اصلی نوشن اینه که به جای اینکه ما خودمون رو نرم افزار فیت کنیم، اون نرم افزار رو بر اساس نیاز خودمون طراحی میکنیم و استفاده از تمپلیت ها فقط در حد این که من ببینم که چه کارهایی میشه توی نوشن کرد و آدما چه ایده هایی دارن در استفاده از نوشن، در همین حد کفایت میکنه. من به تجربه خودم توی این 3 سال هر وقت رفتم یه تمپلیت آماده‌ای رو در واقع توی ورک اسپیس هم اضافه کردم، از بین تمپلیت ها اونی کمتر فالو میشه، اونی کمتر به سر میزنم که یه تمپلیت آماده بوده، چون اون بر اساس ذهنیت من و نیازهای من طراحی نشده. اون در واقع طراح اون تمپلیت یه ذهنیت دیگه‌ای داشته و فقط تونسته من رو پیش بینی کنه ولی دقیقاً نمیدونسته من به چی نیاز دارم. اینه که توصیه من اینه که از تمپلیت ها استفاده نکنید اگر بخواید توی حوزه‌ای مثلا ترک کردن هابیتاتون یا توی یه حوزه‌ای که کاملا توی دنیا معروفه، به جای اینکه برید از تمپلیت استفاده کنید، برید تمپلیت های مختلف رو ببینید و ببینید چه ایده هایی دارن، چه جوری دارن در دیتابیس ها رو به هم وصل میکنن، چه جوری دارن سیستم رو طراحی میکنن و ما از اون ایده ها استفاده کنیم و در صفحه شخصی سازی شده خودمون رو طراحی کنیم. خب من تا اینجا فعلا صحبتامو متوقف میکنم. اگر که سوال یا نکته‌ای هست میتونید بپرسید تا بعد از اون وارد قسمت بعدی ارائه میشه. مرسی امین جان. دوستان یه سوال من دیدم تو چت کرده بودن که در مورد در حقیقت نیاز VPN با IP ثابت توی دراز مدت.
این همیشه سوال چیزه دیگه، این VPN و راستچین و اینا جز مواردی که تقریبا ما هر دفعه تو نوشن تاک باید بگیم، تو گروه میگیم و بعدا هم خواهیم گفت و هیچ اشکالی هم نداره. در مورد این یه توضیح کوچیک اگه بدی بد نیست، یه گذری بهش بشه. ببینید من خیلی دیدم که بچه‌ها میپرسن در مورد این موضوع. اصلا در واقع موضوعی نیست که VPN IP ثابت باشه، VPN نمیدونم VPN با کیفیتی باشه. من خودم تو این 3 سالی که دارم از نوشن استفاده میکنم در واقع حداقل 15 نفر دیگه هم هستن که توی ورک اسپیس من هستن و من نمیتونم همه اونها رو مجبور کنم که همیشه حواستون باشه از یه VPN با کیفیت استفاده کنید. و اصلا تعریف اون از VPN با کیفیت چیه؟ میخوام بهتون بگم که تنها مشکلی که برای نوشن پیش میاد، من یه بار تو گروه هم نظرسنجی گذاشتم و کسی نبود غیر از این پاسخ بده. تنها مشکلی که برای نوشن پیش میاد اینه که شما از یک آی پی در واقع کشورهای تحریمی بخواید لاگین کنید و نوشن نمیذاره لاگین کنید. همون ارور معروف رو میگه که شما از یک ریجن محدود شده هستید و نمیتونید وارد بشید. نه اکانت ما رو بند میکنه، نه اطلاعات ما از بین میره. شما همون لحظه وی پی رو روشن کنید و مجدد امتحان کنید میتونید وارد نوشن بشید. اصلا حالا ما یه بار با مصطفی هم داشتیم در مورد صحبت می‌کردیم. نوشن اصلا نمیره دنبال این که آیا شما واقعا ایرانی هستید و دارید از وی پی استفاده میکنید. اصلا این موضوعات براش اهمیتی نداره. اونا یک سیاستی دارن که در واقع طبق قوانین حالا تحریمی آمریکا فقط به آی پی آی شرکت‌های تحریم شده نباید سرویس بدن. حالا اگر شما از وی پی استفاده میکنید راحت میتونید از این سرویس استفاده کنید و بیشتر از این هم فالو نمیشید. پس این نگرانی کلا به نظر من نگرانی خیلی جدی نیست. شما راحت میتونید با وی پی استفاده کنید از نوشنتون. اگر یادتون رفت وی پی روشن باشه هیچ اشکالی نداره. اگر که در واقع لاگات شدید از نوشن بازم هیچ اشکالی نداره و مجدد میتونید وارد بشید و استفاده کنید. مرسی. باز تو چت یه سوال خیلی خوبه، چون تو حرفات هم گفتی و الان هم بخوای شروع بکنی دمو بکنی، اصلا فلو چیه؟ اینو برای منم یه توضیح بدی، منم برام بعد نیست بدونم خودم. ببینید در مورد فلو اگه بخوام صحبت کنم، منظور اینه که ما وقتی که قرار یک تسکی رو توی شرکت انجام بدیم، اگر یک نفر فقط اینوالو به اون تسک باشه، یک نفر درگیر با اون تسک باشه که خب هیچ فلوی وجود نداره. یه چیزی برای یه نفر تعریف شده و اون نفر میره اون رو انجام میده. ولی اصلا ما چرا میریم در واقع تیم در واقع چرا میریم سراغ این که تیم ها رو دور هم جمع بکنیم و تسک رو از طریق تیم ها انجام بدیم؟ به خاطر اینکه هر کسی توی یک حوزه تخصص پیدا کنه و بتونیم مثل یک کارخونه که توی هر مرحله روی اون محصول یک پروسسی انجام میشه، مرحله به مرحله اون تسک رو پیش ببریم و هر کسی بر اساس توانایی‌هایی که براش توانایی‌هایی که داره و وظایفی که براش تعریف شده بتونه یک مرحله این تسک رو پیش ببره. در واقع این حرکت کردن این تسک بین تیم‌های مختلف و بین آدم‌های مختلف، در واقع اصطلاحاً بهش میگن طراحی کردن یک فلو توی تیم، که منظور اینه که حالا من به یه مثال بهتون توضیح میدم. منظور اینه که این تسک بین آدم‌های مختلف جابجا میشه. مثلا اینه که فرض کنید ما قراره یک محتوایی تولید کنیم و توی یک وبسایتی منتشر کنیم. در مرحله اول اون استراتژیست محتوا و اساس برنامه‌ریزی که داره به یک موضوع خاصی میرسه. بعد از اون این موضوع رو میده به نویسنده اون موضوع رو مینویسه. بعد از اون در واقع یک نفر اینو آپلود میکنه توی وبسایت و ایرادای ظاهریش رو میگیره و در نهایت حالا سردبیر یا مدیر محتوا اون کانتنت رو منتشر میکنه. این خودش یک فلویه که بین این 4 نفر برقرار شده. شما برای پروژه مختلفتون مجبوری که مسیرهای مختلفی رو طراحی کنید و در واقع نوشن بهتون این اجازه رو میده که به راحتی بتونید این ارتباطات رو بین آدم‌های مختلف برقرار کنید. خیلی ممنونم. در مورد یه دوستی سوال کردن که پارسا
که گفته که محدودیت 1000 بلاک نوشن نه نداره دیگه، یه چند ساله که محدودیت 1000 بلاک رو برداشته. شما با اکانت رایگان میتونید نامحدود بلاک داشته باشید. سوال بعدی هم که باز احمد پرسیده، ببخشید من اسما رو همجوری میگم دیگه، نمیدونم احمد آقا پرسیده، اجازه بدید آخرش بحث کنیم چون یکم دیگه میره فنی میشه. من فکر می‌کنم امین جان اگه ادامه بدی و دمو کنی توی پرسش پاسخ و گپ و گفتی که حالا بچه‌ها هم شاید نوشتن سخت باشه سوالا، معمولا اینجوریه ما که میام مثلا تو میگن نیاز نباشه بنویسن، گپ و گفت داریم با هم، این سوالای فنی‌تر رو در حقیقت اونجا انجام بدیم. بسیار خوب، اگر تصویر پرزنت من خوبه که ادامه. مصطفی جان تصویر اوکیه؟ نوشن الان نه ما تصویر شما رو نداریم. من یعنی شخصا تصویر اسلاید رو دارم. در مورد تیم اسپیس گفت پارسا پرسیده که توی تیم اسپیس راست میگه، توی فضای تیمی استفاده میکنیم نوشنو این محدودیت رو داره وقتی که به عنوان چیز. شما چجوری این محدودیت رو حل کردین؟ همین یه راه حلی داره، ما خودمون توی تیم نوشن استفاده میکنیم، اینکه به عنوان گست مهمان کاربر رو اد میکنیم و نمیایم تیم اسپیس تشکیل بدیم. ولی شما چجوری محدودیت رو توی اکانت رایگان نوشن حل کردید؟ بله ببینید راهش همونه که گفتی، برای 10 نفر البته. اگر قرار باشه 10 نفر بیشتر باشه دیگه بیشتر از 10 نفر نمیتونیم مهمان گست داشته باشیم و باید اکانت پلاس رو خرید کنیم. ما اکانت پلاس رو داریم و علاوه از اکانت پلاس استفاده میکنیم که این محدودیت 1000 بلاک رو در واقع تعداد تیم 10 نفره رو هم نداره دیگه اکانت پلاس. الان تصویر روشن من رو میبینیم؟ خیر، ما تصویرمون اسلایدمون رو داریم. شما شیر صفحه مونیتور؟ من یک بار دیگه اسکیش میکنم. الان اومد. بسیار خوب. الان من یک نمونه کاری که برای مدیریت کردن یک تولید محتوا داریم توی شرکتمون انجام میدیم توسط نوشن رو براتون معرفی میکنم. ببینید توی این دیتابیسی که ما ایجاد کردیم فیلدهای مختلفی وجود داره. اولین فیلدش تاپیکیه که ما قراره تو حوزه تولید محتوا بکنیم که من حالا 4 تا نمونه رو اینجا آوردم. بعد از اون ما یک فیلد دیگه‌ای برای ماه انتخاب کردیم که بتونیم توی نگاه ببینیم که توی هر ماه چند تا محتوا داره، چه پروژه‌ای تولید میشه و اینجا ما میتونیم هر ماهی که وارد میشیم یه دونه بلاک جدید ایجاد کنیم و بر اساس رکوردی که توی اون ماه ایجاد میشه براش انتخاب بکنیم. یک سری اکشنی تعریف کردیم که روی هر پستی باید انجام بشه که این هم بر اساس در استراتژی که شرکت ما داره، یا یه پستی ادیت میشه یا با طبق برنامه‌ریزی که داریم مرج میشه، یا پست جدید تولید میشه یا در واقع مرج و نیو پست همزمان انجام میشه. بعد از این که در واقع موضوعات مشخص شد توسط استراتژیست محتوا، یک دیزاینر هم برای اون محتوا انتخاب میشه. یعنی ما برنامه‌ریزیمون به این شکلی که یک نفری که به حوزه محتوا آشناست باید قبل از اینکه محتوا تولید بشه اون محتوا رو دیزاین کنه. الان امکانی که نوشن به ما میده اینجا اینه که ما برای هر ردیفی که ایجاد میکنیم و هر تسکی که ایجاد میکنیم، علاوه بر اینکه میتونیم آدم‌های مختلف رو در واقع انتخاب کنیم برای انجام این تسک، خود اون ردیف رو هم میتونیم به عنوان یک صفحه جدید در واقع یک صفحه جدید بهش اختصاص بدیم و هر جزئیاتی که راجع به اون ردیف هست رو ما توی اون صفحه نشون بدیم. اینجا ما اومدیم در واقع طراح محتوا میاد بر اساس چیزی که بررسی کرده
محتوا رو طراحی میکنه، هدینگ‌ها رو مشخص میکنه، کوئریایی که حالا باید بهش توجه بشه تو اون محتوا رو مشخص میکنه و توی هر مرحله هر کدوم از این آدم‌ها نوتی بخوان اضافه کنن خیلی راحت میتونن تو این صفحه اضافه کنن. یک دیزاینر براش انتخاب میشه و در واقع یک فیلد دیگه‌ای داریم که این محتوا قراره تو کدوم وبسایتمون منتشر بشه. این ردیف اول برای وبسایت یک، ردیف دوم برای وبسایت دوه. توی فیلد بعدی به این اشاره میکنیم که چه کسی قراره این محتوا رو تولید کنه و این در واقع تسک قراره به کی اساین بشه و اون شخص هم بعد از اینکه این محتوا رو تولید کرد اینجا توی وضعیتش حالا یا وضعیت این پروگرس یا دان رو انتخاب میکنه و در مرحله آخر کانتنت منیجری که برای این تسک وجود داره اون محتوا رو یک ریویو نهایی میکنه و توی اون وبسایتی که قرار بوده منتشرش میکنه. این در واقع دیتابیس مینی هست که ما برای این کار طراحی کردیم و تک تک آدم هایی که ما اینجا در واقع اساین کردیم به این دیتابیس به این صفحه سر نمیزنن و این صفحه رو نمیبینن. این صفحه برای کسی که در واقع داره کل پروژه ها رو مدیریت میکنه. ما میایم برای هر شخصی توی یک صفحه دیگه‌ای که اعضای تیممون رو لیست کردیم برای هر شخصی یک صفحه مجزا درست می‌کنیم که خب یه صفحه داره که توش پیمنتاشو داریم فالو می‌کنیم که ماه به ماه پرداختش بشه صورت انجام شده و خودش میتونه ببینه و هر نفر یه دونه ورکشیت داره. توی اون ورکشیت دیگه اون نفر فقط تسک هایی رو می‌بینه که مربوط به خودشه. یعنی ما همون دیتابیس رو دوباره اینجا داریم نمایش میدیم و با استفاده از فیلترها میگیم که تنها تسکایی به امیر آزادی نشون داده بشه که در واقع ایشون اساین شده یا بخوایم نفر دیگه رو مثال بزنیم. اینجا ورکشیت سارا رمضانیه که فقط پست هایی رو میبینه که مربوط به خودش، فقط تسک هایی رو میبینه که مربوط به خودشه و بعد از اینکه اینجا دان رو زد باز این میره برای کانتنت منیجر نمایش داده میشه، چون ما فیلتری که برای کانتنت منیجر داریم اینه که تسک هایی رو ببینه که نویسنده اون رو دان کرده. یعنی ما با فیلتری که داریم میگیم که تسکایی که نویسنده دان کرده به اون نشون داده بشه. بذارید من اینو فیلترش رو درست کنم. به محضی که اون نویسنده در واقع اون تسک رو دان کنه اینجا برای کانتنت منیجر نمایش داده میشه و اون هر روز لازم نیست که چیزی غیر از ورکشیت خودش رو چک کنه. هر تسکی که به اون مرحله رسیده باشه که ایشون قراره اقدامی راجبش انجام بده وارد ورکشیتش میشه. در واقع ما اومدیم بر اساس با استفاده از فیلترها و با استفاده از نمایش یک دیتابیس، یعنی بازنمایش یک دیتابیس در صفحات مختلف، این فلو رو، این جریان تسک رو با نوشن مدیریت کردیم. من باز برمیگردم به نوشته هام و پرزنت رو متوقف میکنم. اگر کسی راجع به این توضیحاتی که دادم سوالی داره مطرح کنه تا مجدد ادامه بدیم. دوستان چیزی توی چت ننوشتن اینجا، میخوای ادامه بده؟ نمیدونم چقدر دیگه از پرزنتت مونده، فکر می‌کنم 10 دقیقه 1 رو دیگه داشته باشی. آخرش میخوای که بچه حالا چه تو چت چه گفتمان مثلا سوالا رو بکنم؟ بسیار عالی. یه مورد دیگه که ما تو شرکت از اون استفاده می‌کنیم در واقع پروسه‌ای که ما برای استخدام همکاران جدید استفاده می‌کنیم
و یک صفحه‌ای داریم که در واقع توی موضوعات مختلفی که نیاز به همکار جدید داریم صفحات مجزای خودشون رو داریم. حالا من یک مثالش استفاده تولید کننده محتوا رو بهتون نشون میدم. ما وقتی که توی جاب اینجا یا استخدام یا جاهای مختلف مایه استخدام منتشر میکنیم، خب اونجا آدم‌های مختلفی میان ابراز تمایل میکنن که وارد پروسه استخدام ما بشن. ما در مرحله اول میایم اسم اون کسایی که احساس میکنیم که توی این پروژه میتونن به ما کمک کنن بدون اینکه واقعا محدودیت تعدادمون رو در نظر بگیریم، میایم اونا رو وارد این دیتابیس میکنیم و افرادی هم که در واقع میدونیم که هیچ وقت همچین آدمی که تو فرهنگ سازمانی ما یا طبق چیزای دیگه که استانداردهای ماست قرار نیست با ما کار کنه، همونجا توی حالا جاب اینجا یا هر پلتفرمی که آدم‌ها بهش مراجعه میکنن همونجا ریجکتشون میکنیم، ولی آدمایی که قراره باشون کار بکنیم رو وارد این لیست میکنیم. ما یه پروسه‌ای باز اینجا تعریف کردیم برای اینکه اون آدم از مرحله صفر تا جایی که قراره به عنوان یک همکار به ما اضافه بشه چه مراحلی رو باید طی کنه. ما تو مرحله اول در واقع یک SMS به اون شخص میدیم، اینم به خاطر اینه که به تجربه به این رسیدیم که تماس گرفتن با آدم‌ها بدون هماهنگی قبلی شاید خیلی مناسب نباشه، شاید اون آدم تو اون حالت فعال نباشه که بتونه تلفن رو پاسخ بده و یه سری سوء تفاهم پیش بیاد. به خاطر همین قبلا باش هماهنگی می‌کنیم که آیا همچنان تمایل به همکاری با ما داری و اگر تمایل داری ساعتی رو اعلام کن که با تماس بگیریم. و معمولا یک سری آدم‌ها هم SMS رو هم جواب نمیدن چون شاید اون چند روز منصرف شده باشن و شاید یک مسیر دیگه رو دارن طی می‌کنن. اونایی که جواب میدن میرن توی مرحله بعدی، در واقع ما باشون تماس میگیریم و اینجا در واقع یا تماس موفقیت‌آمیزه یا اشغاله یا پاسخ نداده یا رد تماس داده یا در دسترس نبوده. ما همه رو میدونیم که تو چه مرحله‌ای قرار دارن و اگر کسی پاسخ نداده حالا چند روز بعد دوباره باهاش تماس میگیریم. تو مرحله بعدی بعد از اینکه تماس گرفتیم میپرسیم که آیا تمایل به انجام تسک داره، اگر که تمایل داره که از طریق تلگرام یا واتساپ یا ایمیل اون تسک رو براش ارسال میکنیم و بعد از اینکه تسک بررسی شد ما وضعیت انجام تسک رو مشخص میکنیم و این آدمایی که در واقع استانداردهای ما رو داشته باشن وارد مرحله بعدی که دیگه مصاحبه حضوری و مصاحبه با افراد مرتبط تیمش هست برقرار میشه. این سیستم به ما کمک کرده که هر جایی که ما نیاز به اضافه کردن نیرو داشته باشیم خیلی راحت میتونیم به دیتابیسمون مراجعه کنیم و ببینیم چه آدمایی رو میتونیم همچنان فالو کنیم برای اضافه کردن به شرکت و همچنین یک هیستوری از اتفاقاتی که افتاده داریم، میدونیم با هر آدمی تو چه مرحله‌ای هستیم و کار استخدام رو برامون خیلی راحت‌تر کرده. حالا یک مبحث جداگونه هم داره که استفاده از در واقع گوگل کانتکس هم تو این پروسه به ما کمک میکنه. ما آدما رو توی دسته‌بندی‌هایی که به ما رسیدن دسته‌بندی میکنیم. ما میدونیم تولید کننده‌های محتوا در واقع چه کسایی هستن، این دیتابیس رو روی گوگل کانتکسمون داریم و اگر قرار باشه توی مراحل بعدی مجدد نیاز به اضافه کردن نیرو داشته باشیم میتونیم به کل اون دیتابیس حالا یا ایمیل بزنیم یا SMS بزنیم و مجددا این پروسه رو آغاز کنیم. این هم در واقع یک موردی بود که میخواستم بهتون نشون بدم که ما چجوری از نوشن استفاده میکنیم برای این پروسه. و مورد آخری که هست و یک نمونه کاری که ما با نوشن انجام میدیم در واقع مدیریت کردن جلسات توی مجموعه‌مون هست. ببینید به صورت کلی همیشه مدیریت کردن جلسات با مشکلاتی روبروه. ما خودمون به تجربه مثلا یه کارایی می‌کردیم سالهای اولی بود که یه نفر رو مسئول جلسه می‌کردیم، حالا اصطلاحاً منشی جلسه بود که موارد رو می‌نوشت و بعد خودش پیگیری می‌کرد که توش موفق نبودیم. یه زمانی از خود آدم‌ها می‌خواستیم که موارد رو پیگیری کنن، خیلی واضحیت خوبی نداشتن که اومدیم
از نوشن استفاده کردیم برای صورت در واقع مدون کردن اتفاقاتی که تو جلسه افتاده و درست کردن یک صورت جلسه آنلاینی که بین آدمایی که توی اون جلسه هستن به اشتراک گذاشته میشه. این نکته رو بهتون بگم، اگر یک جلسه توی شرکتتون برگزار کنید و 5 نفر تو اون جلسه حضور داشته باشن، وقت و انرژی و هزینه‌ای که داره برای این جلسه استفاده میشه، صرف میشه، به اندازه اینه که یکی از کارکنان که یه روز کامل مثلا مرخصی بگیره یا توی شرکت کار نکنه. پس خیلی مهمه که توی اون 1 ساعت و نیمی که 4-5 نفر توی جلسه هستن چه اتفاقاتی میفته و این اتفاقات حتما فالو بشه، موارد فراموش نشه و یک خروجی خوب بتونن جلسات داشته باشیم. ما اومدیم در واقع این تمپلیت رو طراحی کردیم برای مدیریت جلساتمون. یک صفحه اصلی داره و در واقع این صفحات زیر مجموعه صفحات شماره جلسات هستن. جلسه اول مربوط به کانتنت رایتر ها بوده که خب این صفحه خودش دوباره یک صفحه کامله برای مدیریت کردن اتفاقاتی که توی جلسه میفته. ساعت جلسه رو مشخص می‌کنیم، آدمایی که قراره توی این جلسه حضور داشته باشن رو اساین می‌کنیم، مواردی که در طول هفته بهش برخوردیم و دوست داریم توی جلسه بعدی راجع بهش صحبت بشه رو قبل از اینکه جلسه شروع بشه میایم تو صفحه جلسه می‌نویسیم. من مثلا جلسه پنجشنبه است، روز سه‌شنبه احساس می‌کنم یه موردی هست که خیلی مهمه که تو جلسه صحبت کنیم، میام توی این قسمت تاپیکایی که قرار مورد بحث قرار بگیره اون اضافه می‌کنم و در طول هفته آدمای مختلف میان موضوعات رو می‌نویسن و در انتهای هفته که اون جلسه هست کاملا مشخصه که قراره راجع به چه موضوعی صحبت بشه. ولی قسمت مهم این داستان این قسمت اکشن پلنشه، مهمترین قسمت جلسات ماست که ما بعد از اینکه هر موضوعی راجع به صحبت می‌کنیم به یک سری اقدامات میرسیم که اون اقدامات رو آیتمش رو اینجا می‌نویسیم، شماره جلسه رو مشخص می‌کنیم، مثلا این تو جلسه یک اتفاق افتاده، چه آدمی باید اون اقدام رو پیگیری کنه و تو چه وضعیتی هست اون اقدام. اینجا توی صفحه اصلی میتینگامون ما اکشن پلن همه جلسات رو داریم. میتونیم با یک نمایش کاردی بر اساس افراد این تسکا رو نشون بدیم که هر نفر توی چه سشنی چه اکشنی بهش اساین شده، تو چه وضعیتی قرار داره و با یه نمایش بورد هم در واقع میتونیم ببینیم که تسکایی که هنوز شروع نشده کدوم هستن، مربوط به چه آدمیه و مربوط به چه جلسه‌ایه، اونایی که در حال انجامن و اونایی که انجام شدن. ما تو صفحه اصلیمون با یه نگاهی که میندازیم متوجه میشیم توی 5 جلسه اخیر، 10 جلسه اخیری که توی یه موضوعی برگزار کردیم چه اقداماتی صورت گرفته و کدومش هنوز نیاز به پیگیری داره و اگه مجزا هم وارد صفحه هر جلسه بشیم می‌دونیم که تو اون جلسه چه موضوعاتی بحث شده و چه اقداماتی به چه آدم‌هایی محول شده. این سیستم خیلی به ما کمک کرد که توی جلسات مختلفی که هر سازمانی با دپارتمان‌های مختلف با آدم‌های مختلف داره ما بدونیم چه مواردی صحبت شده و بازدهی و بازخورد جلسات ما رو خیلی بالا برد. در پایان هم اگر پرسشی باشه یک تایم رو گذاشتیم برای جواب دادن پرسش‌های شما. در مورد موضوع تحریم بودن و VPN هم که صحبت کردم و به طور کلی من رو هم میتونید با همین هندل امین USA توی شبکه‌های اجتماعی و توی تلگرام دنبال کنید. قصد دارم که این موارد رو اگر که استقبال بشه و افراد بهش نیاز داشته باشن آموزشش رو هم ادامه بدم و از طریق پلتفرمی اونها رو هم با افراد علاقه‌مند به اشتراک بذارم. من صحبتام تموم شد مصطفی جان، اگر که موضوعی هست. مرسی ازت، مرسی، ممنونم. خیلی ارائه کامل، خیلی من که خیلی استفاده کردم
چون که تا الان راست رو بخواید برخورد نداشتم شخصا به طور مستقیم با یه شرکتی که داره پول در میاره و از اون طرف هم از نوشن داره استفاده میکنه توی ایران. خب بچه ها سوال پرسیدن توی این مدت، من از اون بالا نمیدونم، میترسم سوالی هم جا بندازم. فکر میکنم که یه سوالی که پرسیده بودن این که اکانتی که شما دارین استفاده میکنین رایگانه، یعنی اینکه داخل اکانت رایگان هم میشه هم گروهی اضافه کرد یا حتما بعد اکانت پلاس واسه این کار تهیه بشه؟ من چیزی که تو ذهنم اینه که تا 10 نفر در واقع میشه از اکانت رایگان استفاده کرد، اگر که شما همون نکته که مصطفی گفت که اگر اون اد شدن ورک اسپیس جدید رو اسکیپ کنید، اگر شما ورک اسپیس ایجاد کنید و به ورک اسپیس ادش کنید پلن پلاس رو میخواد، ولی به صورت گست میتونید تا 10 نفر رو دعوت کنید. چیزی که ما هم در اکانت پلاس رفتیم بود که بیشتر از 10 نفر بود و این محدود رو میکنه. ممنون. آقای یا خانم نعمتی پرسیدن که آیا میشه مواردی که نمایش دادین رو تو قسمت اکشن اضافه کرد؟ این راست چپش خاطی شده، من خیلی یادم نیست توی کدوم مورد پرسیدن ازتون، ولی احتمالاً یکم واضح نیست. بعد برنامه جانبی رو پرسیدم مثل گوگل کانتکست که میشه تو جدول نوشن لینک کرد یا نه. شما اینو تجربه داری؟ منم تجربهشو دارم. من تجربه ندارم، من کارو نکردم. گوگل کانتکست رو بله تجربهش رو توی گوگل کانتکست ندارم من مشخصا گوگل کانتکست، ولی کلا اینتگریشن میگن و اتوماسیون. یه سرویس هایی هست مثل میک، مثل زپیر که شما از ترد پارتی اپ ها، یعنی مثلا مثل همین گوگل کانتکست، گوگل کلندر، مثل اوتلوک و همه اونهای دیگه میتونید به نوشنتون وصل میشه و حالا بینشون دیتا جابجا کنید، یا مثلا معمولنش هم اتوماتیک این کارو میکنه. مثلا میتونید تعریف کنید که بگین که اگر که هر نوتی توی گوگل کانتکست من یا مثلا هر ایونتی تو کلندرم اضافه شد، اتوماتیک توی فلان مثلا دیتابیس نوشن من بیا یه دونه بلاک براش ایجاد بکن با این مشخصات. خیلی کارهای پیچیده‌ای هم باش میکنن، خیلی هم جذابه. من تجربه دارم باش کار کردم. حالا اگر مشخصا در موردش سوال داشتین چه به تلگرام پرسش و پاسخ بپرسین، سعی میکنم جواب بدم در موردش. بعد آیا میشه تو همون جدول نیروها سابقه تعداد تماس ها مشخص بشه و سیو بشه؟ فکر میکنم میشه یه فیلدی براش تعریف کنیم که در واقع هر کسی اگر مجددا تماس گرفت حالا به اون تعداد تماس یه اضافه کنه، یا حالا چیزی که الان به ذهنم میرسه ولی این مورد رو هم به نظرم میشه اضافه کرد. یعنی یه مقدار بهش فکر کنیم که چجوری میشه طراحیش کرد، میشه یا یه فیلدی براش طراحی کرد یا به نحوی در واقع بدونیم چند بار با طرف تماس گرفت. بعد عباس مقصودی پرسیدن که ما یه تیم برنامه‌نویسی هوش مصنوعی هستیم که توی به صورت آنلاین میخوایم که سوالا رو هماهنگ کنیم و اینا. به نظرتون نوشن مناسب و چطور میشه برای این کار استفاده کرد؟ چطور میشهش که فکر کنم یکم شاید بستگی به کارتون داره بی نهایت طور، و اینکه نوشن هم مناسبه در نظر من. حالا همینجا فکر کنم شما هم دمو کردی که شرکت رو داری ران میکنه دیگه، حالا یه تیم مثلا پرسش و پاسخ و هم گروهی فکر میکنم نوشن دیگه مناسب باشه براشون. آره من فکر میکنم چیزی که بهشون کمک میکنه این در واقع امکان شیر کردن صفحات به صورت پابلیکه. اگر که قرار مثلا یک سری سوالات رو داشته باشید یا یه سری آموزش‌ها رو داشته باشید که آدمای مختلف اون رو ببینن، شما میتونید، فکر می‌کنم تو نسخه رایگانش هم هست، حالا چیزی که امکانش که توی نوشن هست، یعنی شما میتونید مثل سایت یک صفحه رو لینکش رو برای هر کسی بفرستید و اون نوشن رو ببینید. حالا شما اگر که بحثتون سوال جوابه که یک صفحه طراحی کنید سوال جوابا رو میذارید، اگر آموزشی هست که اعضای گروه باید ببینن اون آموزش‌ها رو تو اون صفحه میذارید و در حد این باشه در اکانت پلاس هم فکر کنم نیاز نباشه. بعد خانم شیوا سروری پرسیدن که تشکر کردن، گفتن که یادگیری نوشن از کجا شروع کنیم؟
توی یوتیوب بگردین پیدا میشه، زیادم پیدا میشه آموزشایی که به فارسی هست. من خودم این آموزش قدیما داشتم، بهتر از من هم الان جدیدا بچه‌ها میذارن توی کانال تلگرام. این سوالو زیاد میپرسن، بعد میان بچه‌ای که ویدیو درست کردن اونجا لینک ویدیوهاشون رو میدن. به نظر من یوتیوب بهترین منبعشه و یه ذره لول بالاتر که خود داکیومنتیشن نوشن و یوتیوب انگلیسی و حتی ردیت و اینجور جاها. حالا همین تجربه خاصی تو این زمینه داری؟ من هم از طریق یوتیوب و در واقع کانال های خیلی زیادی انگلیسی و فارسی هستن که آموزش میدن، ولی قدم اولش اینه که شروع کنید باش کار کنید. یه مقدار سخته، یه مقدار ناآشناست، ولی باید یه انرژی بذارید برای اینکه اون اولش باش آشنا بشید. وقتی شروع کردید به کار کردن، یه مقدار دستتون اومد، خودتون به هر موضوعی که میرسید میرید سرچ میکنید، راهش پیدا میکنید یا توی گروه میپرسید و یاد میگیرید. چیز خیلی سختی نیست. یه سوال خیلی خوبی کردن آقای سعیدی، مهدی سعیدی پرسیده که آیا رو سکشن تولید محتوا میشه اتومات کرد؟ مثلا میشه تولید کننده محتوا رو پنل پیامکی وصل کرد تا خود پیامک بزنه به اون لیست؟ اتوماسیون رو من توضیح کوتاهی دادم با سیستمایی که نوشن باهاش کار میکنه، اینتگریشناش. نمیدونم شما تجربهشو دارید توی پنل پیامکی ایران؟ نمیدونم API هاشون وصلن به زپیر و اینا نیستن، چجوره؟ من همچین تجربه‌ای ندارم، ولی احساس می‌کنم میشه این کار رو انجام داد. به پنل پیامکی وصل بشه، یعنی ایشون منظورشون اینه که اون SMS هایی که من گفتم در مرحله اول به آدم زده میشه، اینا به صورت اتوماتیک فرستاده بشه. خب من تو اسکیل کار نکردم، حالا مسئله نبوده، ولی فکر می‌کنم شدنی. قاعدتا از نظر فنی هم تو چشم من شدنیه. میگم من فقط تنها جایشی که نمیدونم اینه که پنل‌های پیامکی ایران مثلا با سیستم اتوماسیون خارج کار میکنن، اونه که نوشن باشون مثلا وصل و اینا، وگرنه از نظر فنیش خیلی واضح. همون توضیحی که قبلا دادم در مورد مثلا کلندر گوگل، میتونی اینجوری تعریف کنی که شما مثلا یه پنلی که حالا فقط وصل باشه به نوشن، هر موقع یه دونه مثلا شماره تلفن جدید توی اون جدول تولید کننده محتوا ایجاد شد، اون اتوماتیک بیاد مثلا یه دونه پیامک به اون شماره تلفن بده. این میشه یه اتوماسیونی که راه اندازی میشه، خیلی هم میتونه باحال باشه. خب فکر کنم این حاضر کنم که طراحی کرده بودیم این بود که در مسئله از یک شماره مشخص از یک آدم مشخص از شرکت ارسال بشه، یک مقدار اون فضای اتوماسیون رو اون طرف احساس نکنه، چون یه بار این کارو کرده، رزومه ارسال کرده، الان میخواد در واقع یکم گرمتر این پیام فرستاده بشه و شاید بر اساس اون آشنایی اولیه که با اون آدم و رزومش داریم، این پیام‌ها هم ممکنه تغییر کنه. یعنی اگر قرار باشه این قسمتش هم اتومات باشه، از چیزی که ما طراحی کردیم دور میشه، چون ما می‌خوایم یه پیام صمیمانه و شخصی سازی شده برای طرف ارسال بشه. ممنونم. احمد پرسیدن که اپ اندروید هم واسه نوشن موجود هست؟ بله موجوده. بهینه‌ترین روش ارتباط با نوشن از طریق مرورگر اپ ویندوز یا اپ اندروید، یا حالا من خودم شخصا اضافه کنم اپ iOS هست. این سو جواب میدم. همینجا شما تجربتون بگی بد نیست، ببینید شما چیکار میکنین. من شخصا راحت ترین کاری که با نوشن میتونم همیشه انجام بدم فقط از طریق مرورگره، نه حتی اپ ویندوز. مثلا اپ ویندوزشو نصب ندارم، اپ موبایلش روی اندروید خودم استفاده نمی‌کنم. شنیدم که بعضی موقع باگ داره و خیلی خوب نیست، ولی اولین چیزی که میتونم بگم اینه که رو اپ iOS و اندروید همه کاری که شما روی اپ ویندوز و مرورگر میتونید انجام بدید میتونید انجام بدید. یعنی اصلا هیچ محدودیتی نداره که این چون داره مثلا iOS تا جایی که میدونم این ویژگی رو نداره. ولی یکم رابط کاربری سخت میشه. شما توی صفحه موبایل بالاخره کوچیک‌تره. من خودم معمولاً بخوام یه چیزی رو طراحی بکنم، اضافه بکنم، یه مثلا تمپلیتی بسازم و اینا رو با مرورگر انجام میدم، و جایی که مرورگر در دسترسم نباشه و بخوام مثلا دیتاهامو بالا پایین کنم و روش اضافه و کم بکنم و رو موبایل انجام میدم. فکر میکنم اپ ویندوزش هم ندارم. یه زمان من مثلا نوشن انهانسر هم داشتم، حالا الان اکستنشن شد و موقع بود.
ولی دیدم که هر موقع اینا رو استفاده میکنم فن لپتاپم صدا میده. نشونه بود که آدار سیستم من زیاد ازش کار میکشه. خیلی دوست داشتم. من این چیزی که نرم افزاری رو دوست دارم که همیشه سبک باشه و نوشن رو نمیدونم 3 سال پیش که استفاده کردم آخرین بار سنگین بود. هم خود اپش سنگین بود، هم اکستنشن هایی که بهش اضافه میشه با نوشن انهانسر و اینا. بخاطر همین من فقط از مرورگر خود مرورگر میرم، مثلا سایت دیگه وارد میشم استفاده میکنم. حالا نمیدونم همینجا شما چیکار میکنید؟ منم از مرورگر استفاده میکنم و تنها یه اکستنشنی هست که RTL میکنه صفحه رو، فقط همین. یعنی توصیه هم نمی‌کنم. اپ ویندوزیش برای من خیلی تجربه خوبی نبوده. روی موبایل هم همینطور خیلی نمیشه باش کارهای خاص انجام داد، در حد مثلا یک دان کردن یک فیلدی یا اضافه کردن یک فیلدی به یک جدول، اونم به سختی. ولی بهترین جا برای استفاده از نوشن به نظر منم مرورگر. آره مرسی. همینجا البته نمیشه رو من باز یه ذره اصلاح کنم که نه، از نظر فنی میشه. یعنی مثلا من خودم آخرین ویدیویی که توی چیز درست کردم، یوتیوب درست کردم، یه دونه تمپلیت درست کردم که برای هری ترکر بود، خیلی ساده. همه رو اومدم توی iOS انجام دادم، توی اپ چیز انجام دادم که بدونیم که آقا میشه همه اون کار رو هم کرد. ولی بهینه نیست. مثلا دارم میگم یه کاری که شما اونجا نیم ساعت وقت بذاری رو موبایل انجام بدی، روی مثلا مرورگر با صفحه کامل میتونی روی یه رو انجام بدی. خیلی بهینه نیست روی اپ موبایلش. بعد آیا میشه بابت هوش مصنوعی بات هوش مصنوعی رو به نوشن ارتباط داد تا کارمندها ما رو کامنت های ما رو اجرا کنه؟ هوش مصنوعی میشه دستیار برنامه‌نویسی کرد، حالا اون دستیار بیاد سری کامنت رو روی ایونت مورد نظر انجام بده. خیلی سنگین بود سوال فکر کنم از نظر فنی. خود نوشن به نظرم از خیلی جزو اولین شرکت‌هایی بود که AI رو اضافه کرد و خیلی هم الان گسترده شده. شما همه امکاناتی یه مدل زبانی رو میتونه اضافه کنه به یک نرم افزار رو خود نوشن توسعه داده و داره. نیاز به ارتباط دادن و ساختن باتون این چیزا نداره. احتمالا اگر با AI، ولی خب چون محدودیت داره و یکم پولیه، خیلی محدودیت داره، شاید نشه تستش کرد همه فیچرهاشو. ولی به نظرم خود نوشن اینا همه چیزا رو اینتگریت کرد و اضافه کرد. ممنونم. آره نوشن خودش ایش بد نیست، ولی خب پولیه. حالا جزء چیز خدمات پولی نوشنه. ممنونم خودم یک کمتر استفاده میشه. و اینکه آیا بشه یه باتی رو برنامه‌نویسی کرد بهش وصل بشه اینا، من تا حالا بهش بر نخوردم راستش. نمیتونم دقیق بگم بله یا خیر که میشه این کارو کرد یا نه. نظر فنی نمیدونم مثلا نوشن اطلاعاتشو میشه دسترسی داشت و اینجوری مدیریت کرد یا نه. نوشن رو بله به صورت آنلاین فقط میشه استفاده کرد. بعد یه چیزی که شما نوشتی من دقیق متوجه نمیشم، چند ساعت به صورت آفلاین تنظیمات رو مثلا داخلش وارد بکنیم بعدش آنلاین بشیم اونا بریم؟ فکر نمی کنم. من فکر می‌کنم شما اگه همینجوری آفلاین باشه اینترنتت بعد انجام بدی، بعد که آنلاین بشی ریفرش که بکنی اطلاعات میپره. مطمئن نیستم البته، نمیدونم. همین تجربه داری شما؟ منم چون با مرورگر کار میکنم اصلا لود نمیشه صفحه. شاید مثلا تو اپ دسکتاپش اتفاق بیفته که اونم بعید میدونم. کلا روشن این ابزار آنلاین دیگه. اگر قرار باشه آفلاین استفاده کنیم انتخاب خیلی مناسبی نیست. بله. دوست عزیزمون محسن شابالایی هم گفتن که پنل پیامک به صورت مستقیم نه شرکت‌های که این کار با API انجام میدن مثل میک. آره من هم گفتم همین رو. خیلی ممنونم. بعد فقط حالا یه سوالی من کنم، همین بالاخره اوبزیدیان یا نوشن؟ ببینید صحبت کردیم یه بار راجبش در مورد این سوال. به نظر من اصلا دو تا دنیای متفاوتن، مثلا قابل مقایسه کردن نیستن. من اگه قرار باشه یه سری در واقع ژورنالیستی روزانه داشته باشم، نوت‌های مطالعاتم رو بنویسم و در واقع سیستم مدیریت دانش درست کنم، خب نوشن خیلی برای این کار دردسر داره و اصلا برای این کار طراحی نشده. هر بار باید وی پی ان بزنم و استفاده کردن از نوشن برای ساختن یک سیستم مدیریت دانش یا فقط صرفا اسنادی که به شخص خودم ربط داره
کار مناسبی نیست. اوبزیدین خیلی برای این کار مناسب تره، خیلی دیتا سیف تره، رو سیستم ما نیاز به اینترنت نداره، خیلی راحت میتونیم لینک بدیم، هدینگ ها و همه چیزها از قبل طراحی شده است برای ساختن این سیستم مدیریت. ولی جایی که ما احساس میکنیم که یه سندی داریم می‌نویسیم که چند تا آدم دیگه هم میخوان روی این نظر بدن، ادیت کنن و کارهای مختلف انجام بدن، اون موقع دیگه بریم سراغ نوشن. یعنی به نظر من اگر استفاده فقط شخصیه، البته گفتم اوبزیدین فقط برای سیستم مدیریت دانش، شما میتونید هابیت ترکر شخصی خودتون رو روی نوشن داشته باشید، میتونید با تمپلیت‌های جذابی که داره کارهای شخصی هم روش انجام بدید. ولی اگر قرار باشه من برم مثلا نوت‌هایی که از کتاب‌هایی که میخونم یا جایی که موضوعات جدید رو یاد میگیرم اضافه کنم، قطعا میرم سراغ اوبزیدین و خیلی مقایسهشون اصلا توی یک به نظرم کاتگوری نیستن. خیلی ها میان اوبزیدین رو پلاگین روش نصب میکنن. من یه چیز دیدم که مثل نوشن شما میتونید کاور بالا سر صفحات بذاری، آیکون بذاری، یعنی یه سری دارن تلاش میکنن که اوبزیدین رو شبیه نوشن کنن، در صورتی که خب اصلا این تلاش اشتباهه. اوبزیدین قرار نیست یک نرم گرافیکی باشه و خیلی کارهای ویژه طراحی روش بشه انجام داد، صرفا برای جمع کردن نوت‌ها و نوشتن و این چیزا مناسبه. دیگه میتونیم جلسه رو ببندیم. نه، ممنون از همگی که مشارکت کردن و خسته نباشید. موضوعی نیست. مرسی ازت، مرسی از خودت، اینا وقت گذاشتی، 1 ساعت تمام دمو کردی، مثلا خیلی خوب نشون دادی. ما هم حالا جلسه رو ضبط کردیم، حتی تو یوتیوب کامیونیتی منتشرش میکنیم. بعد عرضم به حضورتون که لینکی که الان دوستان گذاشتن رو توی زیلینک برید حتما ببینید. اونجا تمام لینک هایی که با ما میتونید در ارتباط باشید هست. کانال یوتیوب، تلگرام در حقیقت کانال تلگراممون، گروه تلگراممون که اونجا پرسش و پاسخ هست و همه اونجا عضو اونجا عضو بشین. و از سوال پرسیدن هم نترسین، اونجا هر سوالی داشتید رو حتما بپرسید، قطعا کسی هست که جوابتون رو بده. بعد آدرس یوتیوب هم گذاشتم m.poly پالی رو توی یوتیوب سرچ کنی پیدا میکنی، اصلا فارسی سرچ کنی پیدا میکنی اسم منو. و فکر میکنم دیگه جلسه رو ببندیم و تمامش کنیم. امیدوارم روز خوبی داشته باشید و خوش بگذره بهتون. تا نوشن تا که بعدی، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خدا بزنید.